شنبه 12 مهر 404 تو مدرسه دوباره اومد حاجی یه پیشی اینجا خیلی بذار برگردم دوربینا. نه ترس باش کاری ندارم. این مامانشه کوبلی. پیشولی همین رسیم بریم. نه بایستا بچه الان ما اومدیم دوچرخه خودم که باد نداشت. خب اومدم اون یکی دوچرخه ایلی رو برداشتن. نه اونم کم باده. تا امین بیاد دیدم یه اتفاق خیلی بدی افتاده. گفتم امین پاشو بیارین دستکشی بیاره. الان وصل کردیم ماشین اینجا. خب اون بیزبیلکه رو که مثلا نکن بادش کنیم. بعد پنچره نمیدونم چرا هیچ استفاده هم ازش نمیشه. حالا موندن چیکار کنم؟ حالا برم باشگاه. بعد باشگاه بیام هم لاستیکاشو رو عقب کنیم. همین که آقا میتره که اون خب همین که توپ دوچرخه خودم بندازم روی این. کار دیگه نمیتونیم بکنیم. چون الان کامل پنه لاستیک خواهمیدن شانس. الان اومدیم باشگاه. بعد از اینجا هم پشیم بریم کجا؟ بریم خونه بشینیم چی درست کنیم؟ دوچرخه درست کنیم. آقا اومدیم. امینم پاشیده اومده. اوی وایسا آقا یه دقیقه بی دست هست. یه اینجوری کن. خیلی معلومه. نه همه خوبه. نورانی نورانی مسئله رو آوردیم اونجا. این چرخه اون یکی دو چرخه هم آوردم. توپش در بیاریم بکنیم توی این یکی دو چرخه. امین هول ویت نو ویت بدو زود. آقا اینه زهر مار مگه با افغانی حرف میزنه؟ یه دفعه یه چیزی بالاست. بیا بدو هول. آقا بی تربیت بدو چیه؟ هول 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 هول. خوبه. اینقدر ماشینه بود پشت جلو بود جلو. تشکر میکنم از دوست عزیزمون ماشینه بودن جلو. تو پای من پیست همین اجازه دادم دست بزنیم ماشین. پشمک قرار امین از این زاویه بشینه من اینجا بشینم کار کنم. یه ذره بیشتر بیار جلو ها. دستی بکش. این دستیه؟ چقدر سفته وای. با بیا خودت بکش. سورش نمیرس. زهر مار مگه ماشین مای من بلد باشم. بخور یا اول فرد دورش نمیرسه. دورش نرسی. خودم یه جوری چشیده بودم انگار که مثلا چیه. بمردن بکش. اوه همین شخر باز کن بیا. امروز اومدم من فیلم بگیرم براتون. امین براتون کار کنه. خب اینجا کار کنم آهنگ ببخشید. یه از این آشغال ها میخری همین میشه. ببخشید اون قفله انزه دوچرخمه. آبا نه جدی 96 گرفتیم قفله رو. که سر از دوچرخم چه سره کوچولی تره.
ولش کن همینجا باش. جکش رو درست کن ببرم مدرسه کار. میدونی به خاطر چیه؟ میزنی رو جک شما، به خاطر شما میزنی رو جک میشینی رو دوچرخه، همین اتفاق میافته. شما بیشتر من واقع همین کارو میکنی. ای بابا ای بابا کسی فیشه دستت نیار. باجی اومدم الان من چیز کنم رو چرخه اینجوری، رو چرخه بالا بود دیگه، همین پیچش رو دو دستی اومدم اینجوری یه طرف گرفتم یه طرف باز کردم یهو دیدم افتاد روم. همین دستم اینجاش قرمزه. نگاه کن. حالا دستمال بیاریم دو چرخه برعکسش کنیم. اینجا برق لاستیک رو بکن. معلومه تو دوربین سلفی این زیاد خوب نیست. اشتباه کردم گوشی گرفتم آجی. نه دوربین داره نه چیز، فقط همین چیزی که داره شارژره. شارژر 67 واته. درسته حالا من با 67 هم راضی نمیشم و 120 باشه سری بزنی بکشی بیرون گوشی رو. من دستمان برای صندلی و دسته فرمون که میخوام برگردونیم، ولی خب مجبور شدم بگیرم دیگه. از چی داری فیلم میگیری؟ الان از صداش فیلم میگیرم. بذار اون یکی رو چیز کردی صداش بایستا. چرا این اون بره؟ این باز نمیشه. بزن صداش میفته؟ اگه سرسر نکنیم چه خونکه. دستتو نشون بده. الان از چی فیلم میگیری؟ الان از صداش دارم فیلم میگیرم. اون الان ردیفش کردیم باد شده، این یکی هم داریم باد میکنیم. امین آقا زحمت کشیده این دستگاه رو آورده با اون کار میکنه و چی دیگه زنیم باد شه. الان تقریبا تکمیله. کلا لاستیک جلو عقبا اینا من با هم عوضش کردم دیگه. الان ردیف کنیم. من دارم از اقربه میبینم ایلیا. الان این دوتا دارن با هم دعوا میکنن. بزن بابا. با کمک امین و ایلیا کم امین بیشتر. بگم چیکار کردی؟ مهندس امین. خب بعد کل کار رو ردیف کردیم دیگه. ببند. بعد ترمز جلوش هم قشنگ اوکی کردیم اینو. بعد لاستیکش هم جلو عقب کردیم چون لاستیک عقبش کم کم داشت صاف میشد. بعد همین دیگه. الان اوکیش کردیم دیگه. ایشالا فردا صبح با چی میریم؟ با موتور نمیریم، با دوچرخه میریم. خب بعد همین دیگه. ردیفش کنیم ماشینم بزنیم سر جاش. یه دورم بریم بیرون با همین بزنیم با دوچرخه. نه بذار روشن کنم. دوچرخه ندارم. من با دوچرخه میگم مثل شما پولدار رو دوچرخه داشته باشم. امین اینو دیدی؟ این خیلی معلومه ها، خیلی مشخصه. چیه؟ خیلی مشخصه. بده ناموسم بده. آقا اینو نگاه کن. چیه وایسا بگیرم روش چیه؟ KMC ماشین کیه؟ امینینا. حالا سویچش KMC خورده. پشتش ماشین چی بود؟ ایگل. چوسیش بالا ایگل. 2 ایگل 0. کمه. 2 ایگل 0 هم کمه. چاکر دادم. امین اینو دیدی؟ امین اینو کشفش کردی نکن.
اینجا رو بگیر. نمی‌دونستم. اینجا رو بالا بگیر. چاکر دادم. این خلاصه همین دیگه. بچه‌ها اومدن کمک کردن. اونو درستش کردیم. حتی دوچرخه من. ماشین رو بزنیم سرجش. ای بابا ای بابا همین آقا ای بابا ای بابا خدا ای بابا ای بابا زندگی ببین تازه زده زیر بغلمون. کی زده زیر بغل گفتم بزنم زیر گوشش ها؟ کی الان زیر بغلم؟ پمپ باد. خب حالا اومدیم دوچرخه رو یه تستش هم بکنم برگشتنی بعد هر 206 استی دوباره همین 206 ولی استیه ولی استیه یاد به این 206 پیدا نکنم. همین 206 نه 207 چراغش معلوم نبود. 207 هم خوبه. تا 2 ماه پیش میگفتی چراغ چه خوشم نمیاد. چراغش باد کرد. همین 206 57 گفتی میشه شمال 57 داره چه سمت مالیگن گیلا. اشکال نداره. ببین من کاملا نجات پرستم. نه نیست. خوردیم. همین چقدر تمیز شده ماشین همین اینا. ماشین تو کوچه. ماشین کوچه ایشون اینه. ماشین خونگیشون نه ماشین چیشون چه ماشین دم دستی چوسی بسیار بالا. ماشین دم دستی اونه. دم دستی هم نیست 100 دستیه. ایش نکنم باز کن سویچی که امسیار نشون بده. این مثلا دم دستی برش گردونم دوربینو جلو پلاک وایسا من فیلم بگیرم. یه دقیقه وایسا همین جلو پلاک. بله چوسی بسیار بالا. همین خب اگه می‌خواستی اینجوری فیلم بگیری میومدی سلام علیکم میومدی قاب پلاک من میزنی بریم توش هم نه قاب پلاک من میزنی که روش معلوم نباشه اینجوری ولوشی. مگه چیه که قاب پلاک بزنی؟ من بشینم تو رو بچه‌هاشون نه وایسا چوسی بسیار بود. آقا با اجازه من دوره افتادم پشت ماشین. چراغ نه من مثل اینجا باسم چراغ چیشه؟ سویچ دستته؟ دیلایتشه. سویچ دستته؟ یه خواهم قفل نشه این. من خاطر خوبی ندارم. نه اینجوری که ماشین روشن باشه برو چرا راهنماشم روشن کن خطر ها اینجوری همین من با همین لباس ها اینجوری اومد. این لباس ها اینگه که اصلا سیرابی شده انقدر من پوشیدمش. دیلات چیز میشه اینا خاموش میشه اینا دنه با سوله خاموش کن. چوسی بالا چوسی همین آقا ایشالا یه لباس خودت بگیری بابا بنازم ها. همین آقا ببینمت. ها؟ معروف شده. خطکاتو به خطکات موتور من نمیرسه. این ماشینه موتور من که چی بگم موتور آقا همین کی بوده؟ دوچرخه رو حاجی چقدر کثیفه. حالا خود تازه تمیزش کرد. اینم داشت همین یه روز هستی تست و بررسیشو بگیریم ها؟ تست بررسی چی؟ ماشینو این بگیره ولی چراغش خیلی خوبه. حقیقتا چراغش چون نئون شده طلایی جدید داره خیلی خوبه. کی بیم بگیریم؟ ها؟ یه ذره گدابازی قرار بردن. چرا؟ واسه  گاز؟
یهو پاتو بذار بردار یهو تخت کن دلش کن بابا من میترسم چینی چیزیش مالا یا با هانت واسه کاتاف میزنه این چیز بود انجکتور امین دهنت سلامات شد بسم الله الرحمن الرحیم وایسا همین خاک اینا چی؟ امین این چی؟ آها حالا باشه نمیدونم با کلاس ولی حاجی من نمیدونم چی بگم این الان نگاه کنین نداره میشکن ولی حداقل این داره میشکن عقب الان جنگ پشت همین کاری نری ایوا این چیه ماکت من دسته چیکار میکنه که مال منه دیگه خدافظ مگه ببینیش ببین نداش با من اینجوری صحبت نکن سه تا ماشین منو خوردی یا داداش خوش اومدی همین فاسی چشی تو ببینم من چیش من چیکار دارم وایسا نه یه دقیقه روزومه همینجوری این چجوری چیزش روشن میشه حاجی بابا حاجی فلاشش چجوری روشن میشه نگاه کن یه چیز رفتم گرفتم خودم فلاشش بلد نیستم چجوری روشن میشه یعنی الان باید چسی بابا ولی این چه گوشیه جی 5 خب خیلی باحاله این ورش هم فلش داره دو طرفش فلش دارم منم دارم خیلی باحاله اون جی 5 که دست منم فلش ماشاءالله آقا وقت چیه وقت رفتنه وقت رفتنه بودو تو میتوانی بودو وایسا همین کاری نری؟ یه بار دیگه صدا نداری با صدا ندارم انشالله نه من حال دارم نه تو صدا خفه کن این خوب شد تیتر کلا امشب نورانیه آره تیتر چیز امروز نه کامل 3 همین درست نگاه کن ناموسن هم درست جونش میخوام بر تامین این بزنیم 3 2 دست بی بالا دست اینجوری صاحبش نه دست تو دماغ تو چجوری 3 نه ناموسن 3 2 1 کاری نری؟ نه قرنت فعلا خداحافظ آقا ما الان اومدیم خوب من کرکرم رو به دوربین من کرکرم بگیم چی شاید سری پوشیه حالا تو چیز کنم حاجی 2 نفری پا شدن یهو کله رو انداختن اومدن تو میگن آقا ما از اون یکی آسانسور میخوایم بریم بعد پا شدن رفتن دم آسانسور بعد دوباره اومدن ما رو دیدن گفتن ببخشید اشتباه اومدیم خب بعد مستقیم رفتن اون سمت یه دونه داره از تو میاد خب برو خدافظ همین جفتشون رو هم دیگه خوردن میگن جفتشون به هم دیگه خوردن هم یه دونه اون طرف میخواد بیاد هم یه دونه این یکی 4 تا 5 از این بعد درشون چیز شد بعد خلاص آقا یهو گفتن ما اشتباه اومدیم گفتیم خب بفهمین یعنی ما نگفتیم گفتیم اومدیم کنار که اینا رد شدن بعد رد شدن دوباره رفتن بیرون
تا اومدن من فیلم بگیرن اول فیلمم دیدیش دوباره اومدن تو گفتن نه درست اومده بود. هر خونه خودشونو نمیشناسن نمیدونم چرا. خیلی عجیب بود برام. گفتم اینم با شما به اشتراک بگذارم ای دوستان من، ای بینندگان عزیز و محترم. چاله این که چایش خیلی بدتره. همین دیگه تا سوژه بعدی فعلا 13/7/404 سلام علیکم. با ایلیا. آقا ما از ساعت 3 میخواستیم فیلم بگیریم دیگه، چشتون روز بعد نمینه. یه اتفاقایی افتاد که نگو. حالا اگه چیز بشه بر فردا، یعنی چند دقیقه دیگه اگه اوکی باشه همین توضیح میدیم چه اتفاقایی افتاد. خلاصه که سر اون اتفاق نزدیک 3 ساعتی ما بیرون بودیم، یعنی همیشه از 3 اومد نزدیک 6 ما تازه کارمون تموم شد، تازه هیچ کاری هم نکردیم. بعد عرضم به خدمت شما که الانم سر همون کاره اومدیم به همین سر بزنیم ببینیم چی شد. با ایلیا با دوچرخه درست کردن دیگه انداختن بیرون. الانم خلاصه داریم میریم خونه، موتور رو برداریم با ایلیا یه دور بریم بیرون. حالا یه جا باید بریم کار داریم انجام بدیم اونا.